نمیدونم از منم میخوان شکایت کنن، در اصل منم براشون گفتن ولی نمیدونم. با ویدیوی امشب از عشق ابدی برگاتون میریزه، چون متوجه میشین چقدر از حدسیاتمون اشتباه بوده، یا اونایی که مظلوم بودن بقیه رو تهدید به کتک زدن هم کردن. واصل 20,000 همراه باشید. اگر بیننده ثابت عشق ابدی هستین و با ویدیوهایی که چه تو کانال ما چه کانال های دیگه در موردش میذارن همراهی میکنین، فکر میکنم اغلبمون یه سری کامنت ثابت در مورد شخصیت ها داریم. مثلا امیر حسین خود عاقل پنداره، نگار عاشق جلب توجه، تناز همچین یه خورده گرد و خاکش زیاده و ترانه خیلی خونسرده. ولی با لایوی که من خودم امروز دیدم واقعا تعجب کردم از اینکه چقدر خیلی چیزا میتونه برعکس نشون داده بشه. البته همچنان هممون معتقدیم که این حواشی و لایو گذاشتن‌های مداوم واسه بالا نگه داشتن ریتینگ برنامه است به دستور کارگردان. ولی من به شخصه فکر میکنم باید یه بستر واقعی وجود داشته باشه تا اینا بتونن روش مانور بدن. پس احتمالاً این حواشی تا حدودی صحت دارن، فقط این که چقدر شاخ و برگ دادن بهش بعداً مشخص میشه. تو لایوی که الان میخوام براتون پخش کنم چیزای جالبی میشنوین از ترانه، نگار و زهرا. در طول لایو متوجه میشین که نگار و ترانه و زهرا و علی هم تیم شدن و دارن با تیم ماهرخ، تناز و شاهین و فرشاد مقابله به مس میکنن. ضمن اینکه در کمال تعجب ترانه رو تهدید به کتک زدن کردن. بریم بشنویم. خوندم اونجا از من اونا پخش کردن و اینکه سر این چیزا به خاطر اینکه اونا دارن منو میبرن تو داستان، منو دارن به چخ میدن. من نمیدونم چرا اینا با من اینجوری میکنن. از کیه من حسشون گرفته؟ من بچه‌ها که اینجا نمیام، من دارم ویزا میگیرم میرم کانادا. خب اصلا واسم مهم نیست که اینا چیکار میکنن. اینا جایی که من رفتم، کارهایی که من کردم و یک بارش رو تا حالا تو زندگیشون تجربه نکردم. به خدا راست میگم، واسه همین دارن انقدر خوشنون میکشن. لولم خیلی بالا. اصلا نه، بدون مادرم پرا دارن میترسن و میخوان خودشون رو بیشتر ثابت کنن و اصلا نمیخوان بفهمن که واقعا خود واقعیشون شیطانه و از این دارن میترسن. همین داستان اینه. و اینکه واقعا از تمام آدمایی که اونجان و از آزارایی که منو دادن، از حس بدی که به من دادن متنفرم. تو تمام نه، من واقعا ساده بودم. برای من بازی خوردم یا هر اتفاقی برای من افتاده نگار، به خاطر اینکه من واقعا رو بودم، ساده بودم و از اول همشون دهن منو سرویس کردن. مثلا نمیدونم چرا باید اینجوری با من رفتار میکردن، واقعا نمیفهمم. بچه‌ها داشتین صحبت میکردین نیومدم وسط حرفتون. سلام، چطوری؟ سلام. بچه‌ها استوریش کردم تازه، یه لحظه صبر کنین. چی استوری کرده؟ من ماه رو با فرشاد لایو گذاشته. من واقعا دلم برای سادگی فرشاد میسوزه خیلی زیاد، به خاطر اینکه ترانه جان از این به بعد دلم واسه سادگی هیچ کس نمیسوزه، چون هر چقدر دلم سوختا الان این منم که دارم چوبشو میخورم، هیچ کدومتون چوبشو نمیخوریم. میدونم نگار تو چه حسی داری. من چقدر با تو صحبت کردم، چوبشو الان من دارم میخورم. میدونم چقدر حست بده الان، چون که ما خواستیم یه کاری کنیم که فاز باحالی بدیم، ولی اینا از ما سوء استفاده کردن و خودشونو خوب نشون دادن و اصلا اینطوری نیست. به نظر من واقعا شیطانای واقعی. من یه سوال از نگار دارم. جانم، من دیروز که فرشاد و ماهرخ با هم دیگه کلا لایو گذاشته بودم، من یه ذره تعجب کردم راستشو بخوای. منم پرام از اینکه با هم دیگه لایو گذاشته بودن و یا با بچه‌های دیگه. گفتم پرام واقعا مگه میشه آخه؟ مگه میشه؟ عزیز من چرا نشه ترانه؟ آخه فرشاد آخه چرا باید آخه این کارو بکنه؟ من اصلا نمیدونم برای چی. من اعصابم خورد میشه نگار، واقعا نمیتونم تحمل کنم. تو اون قدری که توی ویلا خب اعصاب خودتو خورد کردی، اعصاب بقیه هم خورد کردی، کافی نیست الان هم داری باز به خودت صدمه میزنی ترانه. نگاه من به این صدمه هایی که من ترانه جان قربونت برم، ول کن.
فاصله بگیر، یه خورده به خودت آرامش بده. منم به یه چیزی گفتم بچه‌ها رو دنبال نکن قربونت بچه‌ها. من گوشیمو اصلا نگاه کن، من اکسپلورمو نگاه نمی‌کنم، من واسه خودمم دارم واسه خودم کارمو میکنم. بعد هی میرم ببینم اینا دارن راجع به ما حرف میزنن. بابا بکش بیرون، مگه ما ارث باباتو خوردی؟ به من صحبت نکردن ترانه. بذاریم بچه من یه چیز دیگرم. تو جوابی از من دیدی؟ نه دمت گرم، ولی راست صبر نگار واسه میخوام یه چیزی بگم. نگار واسه اتفاقا تو باید اینجا اشتباه کردی، به خاطر اینکه اونا دارن تو رو خراب میکنن و تو اصلا حرفی نمیزنی و باید خودتو ثابت کنی و دهن اونا رو سرویس کنی، نذاری اونا حرف بزنن. من اهمیتی نداره. و زهرا هم میدونه که میدونم، ولی نمیخوام رو کنم اینا، چون برای توی پروگرام نیست، اینا همش برای بیرون پروگرامه. اصلا به نظر من راجع به اون موضوعات صحبت نکن. مال بیرون منم بهش گفتم، مال به من داخلش زنگ زد امروز گفتم ترانه لطفا اینا رو اصلا صحبت نکن، ارزش نداره که بخوای صحبت ولی آفرین ارزش نداره. و اینا دارن خودشون میکشن. لایو 4 نفره 5 نفره 20 نفر. بابا من با زهرا ویدیو گذاشتم تلفنی صحبت کردم عزیزم. چی؟ میگم من 3 روز پیش تلفنی با ترانه صحبت کردم. آره ما با هم حرف میزنیم، اصلا ما داستانی نداریم، ما با هم حرف زدیم بچه‌ها، اصلا داستانی نیست. اتفاقا ما میخوام یه ویدیو هم با هم بگیریم، کلی داستان داریم با هم و اصلا قرار نیستش که این آدمو بخوان این کارا رو بکنم و ما اصلا سکوت میکنیم ما الان. خب ولی دیگه سکوت هم حدی داره دیگه، یه جایی هم ما بلدیم دهنمون رو باز کنیم. ولی به جاش نمیدونم، از منم میخوان شکایت کنن، در اصل منم براشون گفتن، ولی نمیدونم چرا من چیزی رو اسپویل نکردم، هیچ جا حرفی نزدم. حتی 30-40 تا شاهد دارم تو اون سالونی که رفتم براشون اینو کلی چیزی رو اسپویل کردم و حتی دوستای من اونجا بودن. خب و اینکه به من شکایت کنن و اینکه من میگم الان باید یه فنی بزنیم ما خودمون واسه خودمون ویدیو. به نظر من ترانه جان تو تنها الان فقط به خودت فکر کن، به آرامشت. اصلا به این فکر نکن که جواب کی رو چجوری بدی و چه فنی بخوای بزنی. بابا یارو مورز میاد ما رو تهدید میکنه، میام میزنمت. بذار بیاد بزنه، دنیا که بدون قانون نیست. اتفاقا بذار بیاد بزنه، قربونت برم. هیچ کس توی این دور زمونه انقدر عقل کل نیست که بخواد بیاد تو رو بزنه قبلش هم اعلام بکنه. اونم کجا؟ توی مملکت غریب. ما هر چی که باشه یابانجییم اینجا. آقا الان گفتن منم میخوان شکایت کنن، منو چی میخوان گذاشتن؟ اعصابتو به هم بریزن که متاسفانه موفق شدن. برات بگردم من چی بگم آخه؟ هیچی آخه نمیشه گفت. آخه میدونی من از چی دورم میگیره ترانه؟ اگه یک بیننده بخواد این حرفای تو رو بزنه من میتونم درک کنم، اما تویی که اونجا زندگی کردی و همه چیز رو دیدی و میدونی که چه چیزهایی قرار پخشه، انقدر به خودت سخت میگیری، اینو هیچ جوره نمیتونم درک کنم که چرا الان انقدر داری خودتو اذیت میکنی ترانه. من اصلا خودم اذیت نمیکنم، من ناراحت میشم از اینکه واقعا همین ناراحت شدن یعنی آسیب زدن به خودت. برای چی؟ برای چیزی ناراحت میشی که آینده رو تو میدونی. آره میدونی من یعنی ما میدونیم و ما هم الان من یه چیزی بهت بگم ترانه، من 100مین بار بهت گفتم واسه چیزایی که بیارزشن اصلا هرس و جوش نخور. اومد بالا علی حواسش هست فکر کنم دوباره چیز نمیکنه، ولی ما سوال ازش میپرسیم، من حرف میزنیم حواسش علی هست. کاپل تو میگی دیگه ترانه؟ عشقمه، عشقته، عشقمه. از کجاست علی جون الان؟ اگر به اواخر لایو دقت کرده باشین، زهرا داره به ترانه تاکید میکنه که ترانه منظورت پارتنرت علی هست و ترانه میخنده. اینجا کاملا مشخص میشه که ترانه و علی از همدیگه جدا شدن و صرفا نمیخواین که قضیه اسپویل بشه. توی مورد بعدی نگار تاکید میکنه که برای چی داری هرس میخوری وقتی میدونی که در ادامه چه اتفاقاتی افتاده. از این حرف نگار اینجوری استنباط میشه که انگار نتیجه مسابقه به نفع تیم نگار و ترانه و زهرا هست و تیم ماهروخ و تناز و بقیه دستشون خالی مونده و شاید اختلافات به خاطر همین قضیه باشه. البته اینها صرفاً یه سری حدسیات هست و حتما باید منتظر ادامه مسابقه باشیم.
یه چیز جالبی هم که وجود داره، طبق استوری ها و لایف هایی که منتشر میشه، هیچ شرکت کننده به اندازه ترانه و در وهله ولی سودا اظهار نکرده که چقدر اون فضا واسهشون آزاردهنده بوده و چقدر فشار روانی زیادی روشون بوده. حالا اینکه حق با کی هست و نیست کاری نداریم، ولی برای اطلاعات کلی اینو بهتون میگم که گویا یه حقیقتی وجود داره، به این صورت که تو کل دنیا همه کسانی که تو ریالیتی شوها شرکت میکنن و صرفا میخوان از طریق یه پلتفرم جام بزنن و به نون و نوایی برسن، بنده خداها اکثرشون دچار مشکلات روانی شدیدی میشن و حتی تو کشورهای خارجی بعد از اتمام برنامه تو 1-2 مورد اگر اشتباه نکنم برای کشور کره جنوبی بوده، شرکت کننده ها از شدت بار روانی منفی حاصل از برنامه خودکشی هم کردن. واسه همینه میگم یه مقداریش سناریو هست، ولی درصد قابل توجهی هم میتونه واقعیت داشته باشه. نهایتاً باز به عهده مخاطب هست که قضاوت بکنه. ولی جالبه که بدونی ترانه بارها عنوان کرده که اگر به گذشته برگرده به هیچ عنوان دوباره تو این برنامه شرکت نمیکنه، انقدر که این برنامه حالش رو بد کرده. هستم ولی خیلی اذیت شدم. خیلی اتفاقای بدی برام افتاد. خیلی اذیت شدم واقعا عصبی میشم. اصلا به اون زندان فکر میکنم واقعا حالم بد میشه. من فقط دوست داشتم بزنم از اونجا بیرون. اصلا انقدر فشار روانی روته، مثلا مجبوری همه آدم اونجا تحمل کنی. حتی مثلا اونجا ما دعوامون میشد، از اون مکان خارج میشدیم، بعد برمیگشتیم دوباره اونجا دعوا میکردیم. یعنی اصلا نمیشد. یعنی از اون ضبط نباید میومدی بیرون، بعد میرفتی تو ضبط. خیلی شرایط سختی داشتیم، واقعا سخت ترین روزامو اونجا گذروندم. بدترین تایم زندگیم، بدترین اتفاقای زندگیم اونجا برام افتاد. خیلی وحشتناک بود. من کلا آدمیم که میخندم، فونم، حوصله دردسر ندارم و اگر میدونستم واقعا قراره کجا برم و قراره تو چه جایی بازی کنم، هیچ وقت نمیرفتم، واقعا نمیرفتم.